بچه ها موضوع امروزمون چیه؟ قدرت ذهن. ما در مورد قدرت ذهنه و شما باید روی ذهنتون خیلی کار کنید، چون ذهن هر چیزی رو که بپذیره جسم انسان میدوه دنبالش، پیگیری میکنه، حرکت میکنه. قدرت ذهن یکی از مهمترین چیزهاست که ما باید توی زندگیمون روی افکارمون تسلط داشته باشیم، روی روش زندگیمون، روی عادتهایی که داریم، روی کارهایی که داریم. اینا رو باید آنالیز کنیم، بررسی کنیم که بتونیم قدرت ذهن خوبی داشته باشیم. عادتهای غلط رو ترک کنید. گفتم اون روشهای غلط رو توی زندگی ترک کنید، اصلاح کنید. سعی کنید همیشه رفتارتون رو طول روز آنالیز کنید، تحلیل کنید و یه رفتار درستی داشته باشید، یک فکر منطقی و درستی و مثبتی داشته باشید. این فکر مثبت، این ذهنی که دارید خیلی به شما کمک میکنه. پس روی قدرت ذهنتون خیلی کار کنید. حتی بهترین مشاوران روی این تاکید کردن. ما همیشه یه تایمی از وقت کلاسمون رو جدای از درس قرار میدیم به این موضوعات که شما بتونید موفق بشید و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.